در ویدیو قبلی در مورد ریشه حسادت صحبت کردیم و در این ویدیو در مورد درمان حسادت در 7 گام. 1. حسادت شاید بزرگترین مربی خودسازی و خودشناسیه. هر وقت که حسادت درونتون بیدار شد از خودتون بپرسین دقیقاً چی داره آزارم میده. مثلا شاید پاسخ این باشه که چرا اون انقدر بین مردم محبوب و من نه. این یعنی دقیقاً نقطه ضعف شما در حوزه ارتباطاته. هیچ چیز مثل حسادت نمیتونه به شما کمک کنه که دقیقاً رو کدوم نقطه ضعفتون باید کار کنید. 2. ممکنه حسادت در مورد یه نعمت خدادادی باشه. مثلا چشمای رنگی یک نفر خیلی زیباست و ما اون چشما رو نداریم. اینجور وقتا باید به خودمون یادآوری کنیم که لطف خداوند به ما کمتر از اون نبوده و خدای ما و خدای اون فرقی با هم ندارن. منتها لطف خداوند به اون در ظاهرش نمود پیدا کرده و در ما مثلا در هوش یا خانواده‌مون. 3. سوء برداشت نکنید. حسود از اونجایی که از درون احساس بی‌لیاقتی داره، هر نعمتی رو که در دیگران میبینه تفسیر به کم بودن و بی‌ارزشی خودش میکنه. مثلا یکی از همکاراش یه خونه خیلی شیک خریده و اون این فکر به ذهنش خطور میکنه که من از اون کمترم، در صورتی که شما از اون کمتر نیستین، شما از اون کمتر دارین. نباید داشتن و با بودن اشتباه بگیرید. 4. خودتون رو جای شخصی که دارید بهش حسادت میکنید بذارید. مثلا دوست شما یه ماشین لوکس خریده و این فکر داره از ذهن شما خطور میکنه که دوست دارید که اون با این ماشین تصادف کنه. حالا فکر کنید اون ماشین برای شماست و همسر فرزندانتون دقیقاً داخل همون ماشینن و یک نفر داره این فکر از ذهنش عبور میکنه که شما تصادف کنید. میبینید چقدر حس بدیه؟ هیچ وقت فکری رو که دوست ندارید در موردتون بکنن در مورد دیگران نکنید. 5. واقع نگر باشید. شما نمیتونید تمام فاکتورهای خوشبختی رو با هم داشته باشید. هر کس توی زندگی یه فانتزی داره. فانتزی یکی حکمت و فانتزی یکی ثروت. ما خیلی چیزها رو نداریم چون اولویتمون نبوده و یه عده دارنش چون اولویتشون بوده. مثلا همکار شما 5 تا ماشین لوکس تو پارکینگشه چون اولویتش تو زندگی ماشین لوکس بوده. شما ماشینتون معمولیه اما در عوضش 5 تا سفر خارجی رفتین چون سفر اولویتتون بوده نه ماشین. احمقانه ترین نوع حسادت به کسیه که خودمونم دلمون نمیخواست هیچ وقت جاش باشیم. 6. حسادت رو به دعا تبدیل کنید. حسود در حقیقت همیشه به خداوند اعتراض داره که چرا فلان نعمت رو به فلانی دادی، در صورتی که به جای اعتراض میتونه از خداوند بخواد که اون نعمت رو به خودش هم بده. خداوند نه بخیله و نه عاجز. از اون بخواین تا به شما عطا کنه. یادت باشه اگه تک تک مردم روی زمین ثروت ایلان ماسک رو از خدا بخوان به اندازه یک بال مگس از گنجینه خداوند کم نمیشه. این ماییم که باورمون نمیشه میتونیم این حجم از ثروت داشته باشیم، نه اینکه خداوند ظرفیت فراهم کردن این ثروت رو نداشته باشه. 7. به حکمت خداوند ایمان داشته باشین. شما از کجا میدونین اگه اون نعمت تو زندگی شما بود عامل بدبختی شما نمیشد؟ بعضی وقتا یه چیز توی زندگی عامل خوشبختیه اما همون چیز تو زندگی یکی دیگه عامل بدبختی میشه. از کجا میدونیم اگه اون زیبایی برای ما بود خودمون رو خراب نمی‌کردیم یا اگه اون شهرت برای ما بود رابطه خانوادگیمون از هم نمیپاشید؟ و اما کلام آخر، حسود به جای اینکه تمام عمر ذهنش درگیر این باشه که چی میخواد داشته باشه، ذهنش درگیر اینه که دیگران چی نباید داشته باشن. چرا؟ چون حسود تو زندگی گم شده، احساس تهی بودن داره، چون از مهارت‌ها و استعدادهای خودش بیخبره. به خاطر همینه که هر مرغی رو دست همسایه میبینه به چشمش قاز میاد، در صورتی که خودش قازهای بزرگتر و زیباتری داره. درست مثل اون گدایی که روی صندوقچه قدیمی مینشست و گدایی میکرد. یه روز یه جوونی اومد یه پولی کمک کنه، گفت عمو تو صندوقت چی داری؟ گدا گفت که نمیدونم، پدرم یه عمر روی این صندوق مینشست و گدایی میکرد و بعد از فوتش به من رسید و حالا من روش میشینم و گدایی میکنم. جوون اصرار کرد که بیا در صندوقچه رو باز کنیم. وقتی در صندوقچه رو شکستن دیدن پر از طلاست. پدرش هر چیزی رو که تو تمام عمرش به دست آورده بود و تبدیل به طلا میکرد و با خودش حمل میکرد. حسود دقیقاً مثل همون گداست، روی گنج نشسته و گدایی میکنه، چون به جایی که سرشو بکنه تو سینه خودش
و ببینه خداوند اونجا چه گنجایی براش کنار گذاشته، تمام عمر تمرکزش رو خورده پولایی بوده که تو دست مردمه. حسود فکر میکنه که تو این سیستم بزرگ نادیده گرفته شده، فکر میکنه از قلم انداختنش، فکر میکنه موقع تقسیم نعمت حواسشون به این نبوده. اما این خود حسوده که خودش رو نادیده گرفته، نه خدا. اون خودش رو از قلم انداخته، اون خودشه که حواسش به نعمتاش نیست. و اگه دوربین رو به چرخونه سمت خودش، دیگه دلیلی برای حسادت باقی نمیمونه. اگه دوربین رو به چرخونه سمت خودش، دیگه دلیلی برای حسادت